با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. در قسمت‌های قبلی بحث فن نوازندگی بر روی ساز تار چند جلسه‌ای ما با هم همراه بودیم و یک سلسله نکاتی رو من اونجا عرض کردم و مبنای کلاس فن استاد محمد رضا لطفی. تاکید میکنم این مسائلی که من مطرح میکنم برای صرف آموزش پایه کافی نیست و حتما در واقع هنرجو یا نوازنده که داره این نکات رو میشنوه باید زیر نظر یک معلم کار بکنه و این نکاتی هست که ممکنه در راستای کارتون به دردتون بخوره و بهتون کمک کنه. لازم دونستم راجع به ساز ستار چند نکته‌ای عرض کنم خدمت شما که شاید کمکی باشه و در نواختن ساز ستار هم به شما کمک کنه. من از دست گرفتن ساز ستار طبق روال قبلی که در ساز تار هم همین کارو کردم شروع میکنم و ما بین این مسائلی که مطرح میکنم سعی میکنم که آسیب‌ها و فشارهایی که دست دوستان و شاگردان و عزیزان دیدم ذکر کنم و امیدوارم که مثمر ثمر باشه. در ساز ستار نکاتی که باید خیلی در ابتدا توجه کنید، پای راست طبق روالی که در تارم عرض کردم از پای چپ باید بالاتر باشه. ترجیحاً پا روی پا نذارید مثل ما، البته چون عادت کردیم دیگه بر قابل اصلاح نیست تقریباً، و از زیر پایی سعی کنید استفاده کنید که فشار کمتری به پاتون یا صندلی استاندارد سر جای خودش. به هر حال پای راست پات مقدار از پای چپ بالاتر باشه تا زیر کاسه رو که شما روی پا قرار میدید اصطلاحاً سر نخوره و مجبور نشید با فشار دست سازو نگه دارید. این مسئله‌ای که هست که یکی از عوامل فشار آوردن نوازنده‌های ستار روی صفحه ساز هست، روی البته شیوهی که ما ساز میزنیم و از شیوه استاد محمد رضا لطفی که به سمت نوازندگی استاد سعید هرمزی بیشتر گرایش داره. موضوعی که اینجا هست، ساز که روی پا قرار میگیره دسته ساز زاویه ملایم باید داشته باشه، نه خیلی بالا نه خیلی پایین. حالا میگن 20 درجه 30 درجه، این خیلی به نظرم قابل محاسبه ثابت نیست، به خاطر اینکه طبیعتاً مقداری با فرم فیزیک شما این زاویه دست چپ و دست ساز متغیر هست و نمیتونه واسه همه آدما به یه شکل باشه، مقداری باید متغیر در نظرش گرفت و دست چپی قرار میگیره. فاکتوری که نوازنده رو دست چپش باید به نظر من محاسبه کنه اینی که کتف چپش از کتف راستش بالاتر نباشه یا گرفتگی وجود نداشته باشه یا در واقع آرژ نچسبه یا خیلی آرژ از حالت طبیعی خارج نشه و به شکل با قامت و فیزیک اشخاص میتونه به نظرم متفاوت باشه. دست چپ، حالا چون زیاد الان با دست چپ کار نداریم، من میخوام برم سراغ دست راستمون، به همین شکل باید یک زاویه مشخصی داشته باشه. دست راست در ساز ستار، دست راست با یک زاویه بالایی و زیر کاسه باید وارد ساز شه که به قول استاد لطفی میگفت هلال بالای کاسه از رو به رو باید مشخص باشه و در واقع شما دستتون که میذارید این هلال بالا باید مشخص باشه. باز این خودش یه مقداری متغیر، شما یه مقدار بالاتر بگیرید هلال کمتری معلوم میشه، مثل خود استاد لطفی از زیر کاسه وارد کنید دستتون رو و مقداری بیشتر بچرخونید، در واقع هلال بیشتری مشخص میشه. من خودم مقداری دستمو بالاتر میگیرم و در واقع زاویه ورود دستم با خود استاد مقداری متفاوته، ولی هر دو تای این موضوعی که در واقع هلال بالا باید مشخص بشه. و بازم عرض می‌کنم فیزیک افراد مختلف، دستایی که کوتاه‌تره طبیعتاً هر چی به سمت زیر کاسه برن رسیدنشون به اون محدوده نرمال صداگیری که حالا عرض می‌کنم خدمتتون سخت‌تر خواهد شد و میگه مقداری بالاتر گرفتنش ایرادی رو ایجاد نمی‌کنه. دست راست با این زاویه ملایم وارد میشه، اصطلاحاً میگیم دو تا انگشت پایین عمود به صفحه، حالا عمود 100% هم نیست ولی زاویه‌ای باید به اون شکل داشته باشه، 60 به خواب بالای سیم آخر و انگشت وسط
باید در دور خارج شه، انگشت اشاره باید به سیم ضربه بزنه. در ضربه‌ای که انگشت اشاره باید به سیم وارد کنه، طبق تجربه من 2 تا مفصل درگیر هست و این 2 مفصل باید درگیر بشه. مفصل کوچیک انگشت اشاره نباید درگیر بشه، چون اگر شما اونو بشکنید اصطلاحاً در سیم انگار رو میکنید و این کندن در سیم صدای بدی ایجاد میکنه و سعی کنید که اون مفصل درگیر نباشه. برای این روش ما به بچه‌ها میگیم که نوک انگشت اشاره برسه به نرمی دست، یعنی شما به طور طبیعی اگر این کارو بکنید این مفصل کوچیک قابلیت شکستن نداره، یعنی دست جمع نمیشه، بلکه مسیر رو طی میکنه که به انتهای شستتون، نرمی شست من اصطلاحاً بهش میگم، نوک انگشت میرسه. و اگر به طور طبیعی سیم پایین سیم 2 یعنی ضربه بزنید در واقع این اتفاق خواهد افتاد. این سیم پایین سیم 2 در ستار چیزی به نام تکسیم وجود نداره. تاکید میکنم و تقسیم تکنیکی هست که از دوره استاد احمد عبادی وارد ساز شده.